جهل قصه شما واجهان همچین وجه استفانوسا گوشت امیر حمزه پهلوان توه ورسی انا حمزه بن عبدالمطلب بیا تا چی داره. استفانوس دست به عمود برد. جوان پهلوان اسپر به سر کشید. عمود به قبه سپر. امیر هنچو جد که آواز آیی هر دو سپاهش کد. امیر عمود آیی رد کو. استفانوس ورس ای پهلوان هنو نوبت تایی. امیر گوشت ترا دو حمله دیگه داتم. پس استفانوس عمود دومی به سر امیر فرو داد. حمزه عمود دومی هم رد کو که آواز احسن چه دوین لشکران چسبید. عمود سیمی هم که جتی خنک ما اساک پر ناله دارد. پس امیر دست به عمود اشام اکلما خیبری برد. استفانوس ورس ای حمزه ای عمود لایق تو نہیں. امیر حمزه ورس آره ای عمود مال من نہیں. ای چه یک پهلوانیش من گفته. اگر هشدار به امیر عمود که با قبه سپر یونانی همچو جد که ضرب گرز گران سوار پشت اسب آیه ترکه. استفانوس مخاکا گلتک خاکا کپتیگی کشد. لورتی پادان خونکه گم بجن که امیر سبک چه اسبا چیرات که اسبی گوتی پشتا دور داد. یونانی مردی تیگ جن بود جد که حواله به سر امیر کد. پهلوان تیگ آیه به سپر گپ چار لنکوک چش زحمه به اسپر نشت. امیر اسپر آیه همه پیما ترین که زحم آیه پرشت و تیگ دستک زحم دستک آیه دسته ماند آیه و طرف امیر جد. امیر به ضرب تازیانه ردی کو. قبضه آیه به زبین کبد. عمر امیه تحت قبضه چهاکا چسکو به زنبیل دوریده. استفانوس ورس قبضه منیگا بده. عمر امیه گوی ما حکمو هستیم هرچی ما میدان بپروشی ملک منیگی. یونانی گوی دهیه یا یک تیره به تو زایه کنم. عمر امیه گوی اگر مردی چمان بگیری. پس یونانی دست به کمان برد. عمر امیه اسپر کاغذی دیما گب. یونانی گوی ای مسکره لوٹه گو ای اسپر ای سپر کاغذی کا تیرا منیگر رد بده. عمر امیه گوش یونانی سست قدم اگر مردی تیر بجم. یونانی تیر چه شسته رها کو بر عمر امیه دارد. عمر امیه هم جسته که جت سنگ وجه چه ناخونا چه وجه من گردن آیه هنچو جتی که یک ساعت استفانوس بیوش ماند. بعد تیر دیگه بسوی عمر امیه جد. امیر گوش ای دلاور جنگ مکن که کسی گو این مرد جنگ نتونته بکنته. گوشتی راست گوشه پدا دستی به زحمه با حمزه حواله کد. ضرب تیگ اسپر امیر نشت. زمی به انداز کتف امیر رسه که امیر در خشم بید که پس دست به کمر آیی برد. به یک تکانی آیی به سر دستان چسکو چندان تریند که تمام لشکریان دید که بعد به زمین میجد. آیی بست تسلیم عمر امیه کد. صدیق نوس آیی براتا کسانین چون که برات مزنی بسته دید تیگ کشه در میدان درد. تیگی به امیر حواله کو. حمزه به یک دست زهم آیه در آیه وشی رد کد. دستی دیگه دراج کد آی کمری گسرینی گه باید چه رکابه کشه اسبی آیی هنچین لگتی جا که چهره لگام دیرتر اسب آیی شد. صدیق نوس در دسته حمزه امیر آیی بالا سر برد ترینت به زبین نیجد. عمر امیه آیی هم گه بست بعد تبل بازگشت سجد. لشکر پرو داد. امیر در بارگاه وطیعت به کرسی جهان پهلوانی نشت. گوشتی یونانی هم پیش بیاره. عمر امیه هر دوی پیش امیر آرده. حمزه گوشت من شما را چطور گفتم. گوشتی هنچو که مردان آهنگرند. امیر و هنو بگوشی خدا تعالی یکی هستی. دین ابراهیم علیه السلام بر حقی.
یونانی‌ها هر دو مسلمان بیدن. امیر حمزه اشان خلعت پوشان استفانوس با کرسی لندهوری نندند و تمام وارد و مطربان خوش آوازه ناف دف چنگ و نوازش دراد. در عیشا بیتگتن که در عیشا داستان 20 وجه چهار طرفا چون حدیث در میدان بازگه کارون دیوبند پیش وتی طلبت گوشتی ای کارون من قوت چه دو پهلوان بیتا ایشان که با امیر حمزه ملحق بیتا هنو من چه کنم. کارون گوه من حیله کنم که حمزه چه آئی طلب بی. حدیث گوشت بگوش چه حیله است. کارون گوه چون شب بیتین طلب من گوشم بپرمایید تا در میدان 7 چاه جننده بالای آهام بپوشانی آگاه تبل جنگ بجنن لشکر سوار بیته. من هم سر چاه وشتم حمزه با میدان کهتے. حمزه در میدان من بے صلاح کهتے و در چاه اما پیما کپی وقت تمام لشکریان بفرماید تا هر یک که توبره خاک بسرای بریچن. در چاه برچن چاه پر بیته. حدیث حکم کد که در میان میدان 7 چاه تجا سر چاهان پوشد. چون صبح بیت دیت تبل جنگ جا در میدان اوشتاد. آواز تبل به گوش حمزه رسید. گوشتی مگه کارون جنگ لوٹی پس سوار بیت ما میدان آد. دیتی که کارون در میدان اوشتاد. چون حمزه کارون دید نعره جا بے صلاح با کارون حمله کنم. های با اسبی جد دیتی که اسب چایده با او دا پریتن پالوانا تازیانه هنچو با اسبا جد که محدا یگا نشت اسبا جستک جد چه یک چای بدگه چای گوست. حمزه رکاب جد چه چا دومی گوست پدر رکاب جد اسبا جستک جد سیمی چا چه گوست. خلاصه چه تمام چاهان گوست. چون لورتی چه چا هفتمی بگذی در حین جب جنک 2 دست اسب بالای چات منتن که 2 پا آیه درون چاه بیتن. حمزه چه پشت اسب جدا بیت در چاها کپت. اسب در نات در لشکر وطیگه رفت و مجرد به همدمان کپگا امیر در چاها اسپر به سرا وطیگه. امیر اسپر به سرا محکم گب لشکر حدیث در چاه خاک رد. حاکم بالای اسپر مرچه کتن که حمزه هیچ زیان نرسید. چون گردان عربا ای حال دیده با کارون حدیث حمله کو. حدیث و کارون تد کن و به درون حصار رفتن. دروازگان بست خندکان پر آب کدن و چهار طرفا عمر امیه به سر چاه رفت و حاکی در نا آوردن داخل چاه بید. چون در ته چاه رسید سپری که چسکو حمزه ندید. حیران ماند که چه ته چاه میان چاه کجا رفت سبک امیر. هر نیمگاه جستجوی کد راه دیدی که در هما راه پیش رفت. دیدی امیر چاه تو که نکب منجنگ مروگه. عمر امیه آهسته دست وتی امیر گوشه ایجاد یعنی که چینه گل لگه امیر گوشه. امیر ترسید در ته در دل وتی گوشی چه بلایی که به من نیش جنگه. فیلحال امیر چه کمر وتی چما کشید که آسی رو که عمر امیه دید که کندیتی. گوشتی ای دوست ادا من چی لوٹه چه شوکی مکنگه که شوکی کنه. عمر امیه گوشت ادا چی مکنگه. حمزه گوشت نکب من جنگ تا بگند و عاقبت به کجا رسیدی. عمر امیه و نکب جنگ کار منینگه تا خاکان چه دیما دیر بکن تا من زیدتر چه کار پاره ببون. پس عمر امیه خنجر کشید و
شروع کت وجه پا کوچگا به نکب جنگا پهلوانا خاک هم دور کتا ناگان قادر قدرت نما قدرتی کو که سر خنجر عمر امیه چه چیر تخته حدیثا در ناعد عمر امیه آهسته در بی نکب پچ کت در چیر تخت حدیث پنهانی کوتا بعد چایی امیر در ناعد دیدی که حدیث به تخته نشته کارون دیم پدیم کرسی نشته منگوشگه ای حدیث دیده که بچه بیجان عرب عورتون که چه نوعی بیجان در همه گفتگو بیتن که نظر کارون به چیر تخت به امیر کبد به عنوان قضای حاجت پاده چه بارگاه خارج بید امیر چون دید که کارون چه بارگاه تا چی فیلحال نعره جتی تخت حدیث چستی که به زمین نجد عمر امیه پوری حدیث گه بست شور گوگا مشاعره کرد که حمزه پیدا بید گردان عرب چون ای اشکته در وازگان پروشت حمزه گوشت ای یارم ملتا تلف مجنه که کارون متچی چه شعر دانا مرو در همه میان خبر رسه که کارون چه شعر دانا رفته و آی دنبا به تچگه که تحت پهلوان خونک اسحاق سوار بید دنبال کارون رفت عمر امیه هم همراه آی حمزه متچگه تا به گابانی رستم گوک چارینو که گوکا ما چارین چون امیری دید تحت حمزه به گابانی گوشت پرچیه تو منا گنده متچگه گاویان گوشت هنی یه سواری داد که چند تازگانی به من جتا و نانانی منی گفته به من پیش من اتکا نانی منی برتگه همسه گوشت همراه من بیاد تا نانان تیگه سواره چی بگرم ترا بدم با تو بدم گاهیان دنبال امیر روان بید لیکن کارون با پرار تا 14 پرسخ رفته بیدیگه پس در کر یه حوز پرو دادکه و جامعه چوتنا کشتگ تی داخل حوز بیدیگه اندام و تیما شده که ناگان حمزه و عمر امیه گابان به سر حوز رسته امیر گوشت ای کافر هنو جانا چه دست من پا کجا بره نی وجه کارون گوشت بل جامعه و سلا بپوشم پس آیه رند من نورد کنم امیر گوشت زود ببه پس وجه کارون آپچ در نات و جامعه و سلای پوشتم بس به سوار بیتی که کشه نعره جد گوشتی ای عرب شیر و کار جانا چه دستا من یا کجا بره که ترا به صلاح من بگرم اگر 1000 جان بی یکی هم به سلامت نبره ایشی گوشت حمله یارد تیگی به امیر دورده حمزه بند دست آیه محوای گفت انچو زوری جد که تیگ چه دسته کارونی جدا کو به زمین دورده حمزه همه پیما تیگ آیه به دستا دیگه گفت دستی رها کو کارونا اسپر به سرا و دیورد حمزه همه پیما تیگ به کبه سرگا جد که اسپر آیه دو نیم بی و پای سرا رسیتو چه سرا وجه پسرین و بسرا کارونه و پسرین دان گوٹا وشیدن گوٹا چه سینه چه په کمر ما زمین نکبد عمر امیه تد سر آیی برتو در پتراکا امیر وشی بست امیر وشت تا جامعه گدان آیی گم با ما گابانه بده گوک چارونو که عمر امیه جامعه آیی سلا اسب کارونه و گوکبانا همه گوکچارینو که دادن و نانی هم که هنو نوارتا بیتگتن که گوکچارینو که دادن تی و 100 دینار زر مکمر کارونه بیتگه با گوکبان گوکچارینو که بخشدن تی پس حمزه چهودا
به جانب یونان روان بید. چون به بارگاه رسید، حدیث یونانی به حضور طلبتی. عمر امیه آیه آورد، امیر گوشت ای حدیث بگوش که خدا تعالی یکی است، دین ابراهیم خلیل الله بر حق است. حدیث گوشت مهجبر مسلمان نبون. هر چند امیر آیی تلقین کد، آیه بدتر کد. پس امیر آیی تسلیم آیی برادرزاده کد، استفانوسی کد. آیه هم در حال زم کشد، سر آیی چه بدنم جدا کد. روچ دیگه امیر حمزه چه اوده کوچ کو. حراج 3 سال اوده گفتی به جانب روم روان بید. داستان 21 آجا. داستان 21 چون روگ حمزه صاحب کرانه به روم مسلمان به کیسر رومه و برگ مقبل حراج 3 ساله یونان رومه به طرف نوشیروان و روگ صاحب کرانه به مصر و زندانی بیگ عزیز مصر و حمزه دلاورانی. بعد چند روز نزدیک روم رستن اوده اردوگاه جت امیر گوشت تا نامه به کیسر روما بلکن. عباسا نامه لکک شروع کو. اول به نام خداوند مد خاندان ابراهیم علیه السلام. بعد این نامه هستین چه حمزه بن عبدالمطلب بر تو ای کیسر روم بزان و آگاه ببی که 3 سال هستین خراج چه ولایتا تیگ یونان به مصر و روم در پای تخت شاه 7 کشور نوشیروان به نکبات نرسته. شاه منا مامور کده تا به ضرب گرز خراج 3 ساله چشما بگیرم در پای تخت شاه برسینم. اول در ولایت یونان رستم گردن کشان دیار به دست آوردم. چون اهل سعادت بیتن، هر دوین برات به دین اسلام مشرف بیتن. حدیث سلطان یونان مسلمان نبید که آیی به دوزخ واصلون کو. و اگر در دیار هنی تی دیار رستگون ترا ابلاغ مکنم. اگر به مجرد به لحظه نامه رستگان نامه محصول 3 سال بزیر در بارگاه جهان بخش حاضری بده و حاضری بده پاول منو. وگرنه طوری که بر حدیث بیته به تو هم گذی. چون نامه اتمام کد با عمر امیه داد. عمر امیه در بارگاه کیسر روم آمد. گوشت شاه روم خبر کد کاسد چه بارگاه امیر حمزه مایگی. خدام چه بارگاه شاه چه آیگا عمر امیه خبر داد. شاه دستور داد داخلی کنه. عمر امیه داخل بارگاه بی نامه پیش تخت شاه روم یرکو کیسر روما من نامه که پچکو وانتی و جوش چوکات نامه گد درد. عمر امیه گوشت ای کافر ترا چه حد آکه نامه پهلوان جهانا که بدره. کیسر گوشت بگیری ای دوزدا. عمر امیه خنجر کشید چند کسی کشت و جسته که جد چه بارگاه در ناد به خدمت امیر رسید و احوالاتی بیان کد. روچ دیگه کیسر گوشت تبل جنگ جد و 10,000 سوار شهر دنا در میدان اوشتاد. امیر هم گفت سپاه وطیگه در مقابل لشکر آیی اوشتاد. میدانی آرایشی منصر بیتن تا کجا مرد میدان بیتن و کجام دلاور نامه وطیگه روشن کن که از کلان رومی گوارزد که شاه رومی ما میدانات نعره جد هر که زانته بزانته هر که نزانته بگوشونی تا بزانته منو از کلان رومی که دلاوران گم پیلان و اسبان من نرم کدگم. هنو هم که هر کس آرزوی مرگ هسته هم میدان منی بیه. چه لشکر امیر عرب استفانوس یونانی چه اسبا چیرات پیش امیر احترامی کتو که پهلوان ای رومی پزولی میکنه
کلام بیهوده به زمان باشیم. فرمان ببی که میدان برو پزولی و گوشمالی بدم. امیر گوشت برو ترا با خدا تعالی سپردم کده. استفانوس یونانی دیم په میدان آورد. چون اسکلان استفانوسی دید بجه آرد گوشتی ای یونانی ترا چی بیده که ام وطی تو کشته. حلقه بندگی عربی در گوش دور داده. نام آبا و اجداد وطی گاره کده. استفانوس گوشت ای رومی اما من مسلمان نبید ما ای کشت. یہ که تانه مجنینه تا پرچیا تا که بندگی امیر عرب بگردن دور داده. چما شجاعتر بیتگم پهلوان تاجدار دیگه هم هستن مانند لندهور بن سعدان شاه یل آدیان عمر مهدی کرب که سردار لشکر امیر هستن که تا غلام اشانی هم حساب نه. چون اشان تا که بندگی آیه در گردن دور داده من چه ای زندگی چه ننگو آری هستیم بلکه فخر ما هستیم که تا خاطر جنب به که باندا ای تا هم به گردن تا هم کپی ای شربت اسلام هم چشیدنیه. اسکلان گوشت ای یونانی نام بزرگان وطی تو گم کتا. یونانی گو ای یهودی ترا به ای گفتگوان چه کار هستی؟ حمله بیار حمله داره بیار. پس اسکلان رومی دست با گرزا برد. استفانوس اسپر به سر دورده و گرزا یه می پیم با کبه اسپر جد که 1000 سختی های رد کو. و نوبت به استفانوس رسه. گرز 700 منی چه پوشه دری کتو به سر اسکلانی هنچوجک 360 رگایی خبردار بید. همه پیما رد بدل بید. گرزشن در میانا که چندان رد بدل بید که آفتاب در کت فلک رسه. الکس دم روچ ایر روگشن جنگد نه شیا پت بی و نایی یا برنده بید. چون روچ به آخر رسید تبل بازگشت جا هر دویم بود سپاید کن. شپا نه صوبه آرامه که چون روچ دیگه بید پدا هر دویم سپا در اردوگاه حاضر بید. میدان آراز اسکلان رومی در میدان نعره جد که عرب بیا اگر مردی وطم میدان بیا. حمزه 44 پرکالا سلاح مردی در تن وط آرایش کو بخونه که اساق سوار بید جولان کنم و میدانات. از کلان گوشت ای کوتاه کد ای مرد کوتاه کد من امیرون طلب کتا تو که در میدان من یاد که حمزه گوشی انا حمزه بن عبدالمطلب. از کلان گوشت تو گو ایک کدا کسانینا و کدو کامتا جسه یعنی حلقه در گوش مردان جتا شور جهان دور داده مگر تو جادوگریه. حمزه گوشت لعنت به جادوگران باد. منا خدا تعالی با کشک کپار واسرد کده و قوت بخشتی که با آها من برنده و هنو بیار تا چی هستی. از کلان دست با گرزا برد. حمزه اسپر به سر آورد و جا عمر امیه که زبان عربی به پهلوانی گوشت که ای حمزه که سر رومی 10,000 سواری هستی. خدا تعالی زانتی که چوشین مبارزان در لشکر آیی چه اندازه هستی. اگر هر روز اون یک سواری جنگ بکنه پس سالها باید در ادامه جنگ بکنه تا آیا پت بکنه. حمزه گوشت ای دوست قدرت خدا تعالی بگن. چون اسکلان گرزان فرودکاری پهلوانا هم اسپر رد کو. وقت بازگشت دستی دراج کد کمر بند آیه گفت پای اوشی بر رکابا کشه اسبیایی هنچین لگت جد که 20 گام دیرتر رفت و پس از کلان اوشی چست کو برتی سربانا ترینتی به زمینی جد. عمر امیه جسته کتو دست پاد آیه با علم اجدیای واجه پیکر اوشی از کلانو
براتی است از سیکلان نامی است. برات همه حالتی دید زهمی کشد به اسبا در میدان دورده. تیگ به امیر حمزه حواله کو. حمزه بند دست آیی هم گوز همه در هوای به دست دیگری مشتی در رگ گردن آیی جدی سیکلان وقت اسبا مد بیوش بید. عمر امیه آیی هم بست پیش برات وتی بو. کیسر رومیا چون حالت دید و لشکر وتی گوشتی بجنی یاربان به زبان وتی که 10,000 سوار یک بارگی حمله کد. پس امیر حمزه نیزه هم پیما سپاه وتی رخصت جنگ داد. دستی به سمسام کم بود در میان رومیان کپتن. هر یکی به سر جد همچو گوی ټوکر کتن وجا. خیار پیما دو نیمه کتن. هر یکی به کوپگی جا، هر یکی به رانی جا، هر یکی به ساکی جد، هر یکی به سرینی جد. بالاخره به اندازه وشی 1 ساعت سپاه روم جنگ کت. آخر شکسته و چون حمزه دید که در میان گریز بیتن به سپاه وتی گوشت که بجنی کافران و اسپان تاچین که در سپاه روم کپتن. کافران تومت تیگ کتن تو عمر مهدی کارو به شما به شاه روم رستن. کماند دور در شاه روم هم گرفت. پیش امیر جهانگیر آورد. امیر حمزه چون کیسر رومی بسته دید آفرین به عمر مهدی کار بکد. ورچی شیخ خلعت خواست و آیی هم در کناره. پس طبل بازگشت زد. تمام سپاه چه جنگ باز دردن. امیر در بارگاه وتی فرو داد. به کرسی جهان پهلوانی نشت. گوشتی تا اسیران رومی بیارن. عمر مهدی اسیران پیش پهلوان آوردندی. امیر گوشت ای کیسر بگو که خدا تعالی یکی استی و دین ابراهیم خلیل الله بر حق. اگر موش حالتی که به حدیث گوشته به تو هم گوزی. پس وجه کیسر رومی وتی گوارزادکان گون سکلان و سکلان به صدق دل اقرار کن مسلمان بیده. امیرشان خلعت داد. عمر امیه خلقه زرین در گوش آهان جت و کیسر چون چه حمزه نوازش باز دید شاد بید. حمزه هم گون جمله گردان عرب در بارگاه وتی دعوت کردن. شرط مهمانداری به جا آورد. خراج 3 ساله به حمزه داد. حمزه هم خراج 3 ساله روم و یونان و مقبل حلبیا دادن نزد شاه عادل دیم دادن. و واجان شما شیا گوش داری ادگر کرلین پا بانده شد. چون خلاص آخرین نکستنی بادین چون دیگوی 28 دکت بیتا واجان. سلامت بادی یہ وجہ 28 دکت ہیں. 28 چلو او 28 ہیں واجان. 28 دکت و 28 ثانیه معتقد 29 دکت ہیں. حمزه نوازش کتن و حمزه آهنگ دعوت کو شرط مهمانداری به جای یاد. خراج 3 ساله به حمزه داد. حمزه خراج 3 ساله روم و یونان به مقبل حلبیه دادی که نزد شاه عادل دیم داد. گوشتی ای مقبل انشالله به زودی محصول مصر هم گرین و دیم ده. و فرمان جهانگیر مقبل خراج یونان رومی زرد به سوی مدین روان بید. بعد چند روز به مدین رسید. یک سره و بارگاه شاه 7 کشور آد. آرگاه خراج 3 ساله پت یونان و روم شاه خبر داد که مسلمان به کیسر و 10,000 سوار هم گرچه نوشیروان مقبل به باز نوازش کو. لیکن چه طرف حمزه چند روز در روم ماند. کیسر روم هم همه وازینتی و اسکلان و سکن در بارگاه معین کدن. به جانب مصر کوچ کد. چون نزدیک مصر رسته عزیز مصر را با آیگاه حمزه
خبر رسه که حمزه عرب یونان رومی پت کتگن به جانب مصر مایگی حرکت کتک پیداگی و عزیز هم تمام سرداران جمع کتن در مشورت بیتن. قرار بر ای بید که عزیز امیر حمزه استقبال و ملاقات بکن و چه سر تزویر مسلمان بیتن ظاهرا پتگی یعنی حمزه به مهمانی دعوت بکن در خوراکان تو که دارو بیهوشی بریچی و آیا بارینی و بیهوش بکن به همه اراده عزیز مصر که همه توپن هدیان بزیری چه مصر در نبیت و به امیرا که به پیوندی پهلوان هم به صد عزت نواز خلعتی داد. عزیز گوشت ای حمزه همه پی مهمان که سر بیتگه هنو هم مهمان منی ببه. پهلوان استپانوس دگنوس گو جمله سپاه گوست و وقت به جمله اعراب در بارگاه عزیز مصر رفتن. عزیز دستور داد تا همان توکا دارو بیهوشی وجه رد کنده پیش آورده. حمزه کن یاران شی خوراک که وا بعد شراب هم دارو بیهوشی که وارد تمام گردان عرب دارو بیهوشی کارگر بید. عمر مهدی کور گوشت ای لنده پرچیه تو چو بارگاه مکانی لنده رو گوشت بگن بر روی من چه کپته شی گوشت بیهوش بید. عمر مهدی کندت بر روی لندهور کپ. حمزه چون که ای حالت دید گوشتی ای عمر امیه مارا فریب داده بگری مصریان. عزیز تد عمر امیه لوٹی بتچی تا آیه به دست بیاری آی پادم لرزت آن زمین کپت بیهوش بید. پهلوان دم در کشک تماشای کد که عزیز دید که جمله گردان بیهوش بیتن ولیکن حمزه نشته و شیار منده و شی سبب چی وجه همین پیما چه سلیمان حکیم جستو که ای حکیم حمزه پرچه بیهوش نوی. سلیمان گوشت آهان وارته چه جاگه تکان وارته بیهوش نوی یک کم که تکان با این هم بیهوش بید. دستور داد چند پهلوان و صلاح با یه حمله بکنن چند کس مقابله چون حمزه چون که پاد ناگه به زمین گلته تو بیهوش بید. عزیز مصر گوشت تا امیر را جمله گردان عرب در بند بکنم. شبانه در جزیره حلب که در مصر 3 فرسخ دورتر هسته دیم دادن او ده چاهی یا جای چاهی زندانی کتن آ جزیره توکا آ جزیره به جنکا وطی زهره بانو که زامات وطی که سعد و کاس نامی هسته آیه داده حکومت آ جزیره اشان بیتگم. بعد عزیز مصر به نوشیروان نامه لکھتی که حمزه و جمله گردان عرب به این طریق ما بستگم هرچی حکم بکنه ما با آنها عمل کنیم. چون نامه با یا و نوشیروان رسید شاه گوشت بختک چه باید بکنیم. بختک گوشت باید بلکه که سرا تمام عربیانی ببره و پایتخت شاه 7 کشور دیم بده. شاه در پک بیت دیمی کو جانب بزرگمهر کد گوشتی ای خواجه عزیز حمزه گردان عرب به حیله بستگم به من نوشته اگه حکم بی آها بکشم وگرنه زنده به پایتخت دیم بدم. بختک گوشت حکم بکشک آها باید بده. خواجه گو ای شاه بختک درست گوشی و نزانده که خدا تعالی 119 سال 19 و 5 ماه آیه عمر بخشد در این مدت کهی که بتونتی آیه بکشی. بختک گوشت ای پیر گردر اگه کشک آیه چه باقی منده اگر پادشاه چیدا بنویسی آیه بکشی پوری آیه کشک بیتنه. خواجه گوشت هنوز دستخط شما با او در نرسته خدا تعالی آیه چه بنده خلاص سازی. نوشیروان گوشت چند روز صبر کنی همه پیما که خواجه گوشی اگر خلاص بید
و الا حکم کشک آیده. پس نوشیروان بعزیزا نوشت که حمزه انچو نگاه بدار که من وقت ترا حکم دیم. وقت مقبل حلبی در مدائن بیده که خواجه بزرگمهر و ای مقبل مگه خبر نیست که عزیز مصر امیر کو جمله گردان عرب در بندی کتگن تا ادا نشته چی کنگه پوری حرکت بکن. مقبل حلبی چه شاه راستی گفت روانه مصر بید. مرکبی تاچنت وتی واجب به طرف چند روز به مصر رسه. استپانوس و صدیقنوس ملاقات کردند. دیدند که شاه هر روز که مردمان مصر در حال جنگم. مقبل گو ای پهلوانا مزانی که شاه حمزه با کجا برتا زندانی کتا. گوشتی ها در جزیره حلب در بندم. مقبل گوشت مانگ منی ادا شرنه در جزیره حلب من رو تا بگندم اراده حق چیم. پس مقبل لباس سوداگران در بری کت به طرف جزیره حلب روان بید. دکان سیارین دکان وجه هنچین حیوانی سبکانه یه شهر و پرا شهر روستا پرا روستا دکان گفتی و سوداگیری ها مشغول بید. هر روز به زندان یا رفت و زندانبانا الپتی کو زری دا مالی دا گای به حکایت چمی را کتی. چون چند روز به همه منوالا همه طریقه گوست. یک روچی زهره بانو دوت دختر هم دوت عزیز سبکام پادشاه هم واب تو دید که چه آسمان یک تخت چیراد در تخت یک پیر نورانی نشته. دکتر جوسو که ای مرد خوش خصال تو که پیرمرد گوشت منو ابراهیم پیغمبر علیه السلام بزن که مقبل فرزند منی هسته و یار حمزه بن عبدالمطلب شاهزاده حلب هسته. در این شهر در دکانی به صورت سوداگران نشته. اگر لوٹه در دو جهان کامروا ببه با یاری مقبل شتاب بکن عجله بکن. پس حضرت ابراهیم دختر مسلمان کد. دختر چو بابا پادد چون روشنی دید با آن نشانه که ابراهیم علیه السلام گوشتگه ارسبیته کسانی وتی دیم دادن که مقبل حلبیا با بهانه جامعه زیرک واسطه طلبیتی. وابی با مقبل حلبی واسطه بیان کد گوشتی خاطر جمع ببه این شپی امیرا خلاص کنم تا منا پلان جاگه ملاقات کن. چون شب بید دختر پادشاه در نات. مقبل حلبی هم زورتی به در زندانت زندانبانانی طلبت و گوشتی ای زندانبانا من چوشیم وابی دیدتگو اگر شما منا یاری بکنه حکومت ای شهرگا شما را من دیم. زندانبانا نخست و مقبلا یار بیتگتا هنو که مجده حکومت جزیره حلب باهان رسد چه دل و جان قبول کد. پس تنابی به کمر مقبل بست چراغ دسته گفت به چاه توکا گیر کبت رفت. امیر و یاران چون روشنی چراغ دید تمام حیران بیدن و گوشت در این نیمه شب یکی اتفاق پا مای کشگا پیدا گی. لیکن چون مقبل حلبی دید شاد بیدن. مقبل نزده امیرت تا بندان یگان ببری گوشتی اول بندان یارانی گا ببر بعد چای نزد من بیا. پس مقبل بند چه تمام جمله گردانی گه برتا پیش حمزه ات که حمزه قوت کو بندانی پارا کو وجه سستنتی و مقبل گوشت امیر دهنی پرچه بند تو سبکن نسستگم. امیر گوشت که مقدر نبیده حال چون که وقت رسته سستگم تو.
پس اول مقبل برزاد، بعد تمام گردن کشان کم، بعد چه تمام حمزه برزاد. زندان بانانی مکره وتی گفت، سر زوره بانوی هم چوکتی. پس گوشتی زوره بانو هنو کجا باید بریم؟ عمر مهدی گوشت ای دکتر، اول ما را جای ببر تا ما خوراک بریم. پرچیا که ما سگ شدیگن. دکتر گو بنا بیتا که باندا عزیز مصر با کشگا امیرگا بلوگا بیتیم. مردا منیگا بازی خوراک مراک آماده کتا. مطبق موجوده. پس امیر درو گردان عرب در مطبق اتکن. مطبقان چونکه ای حالت دید دم نجد. تمام وارد و شراب نوشه. بعد من بارگاه عزیز مصر که سعد وقاص نام بیتگاه اتکن. امیر گوشت کسی بروتن سعد وقاص بیاری. دکتر گوشت ای جهانگیر یک کار منینگی. امیر تبسم کشت. گفت و آیی رخصه داد. دکتر به منزل وتی گاد. شوهری وتی آگاه کو پاد کو. مردین چون جنین وتی پس صلاحان دید تیگی به دستا گفت و گوشتی ای دلارام ای چه حالتی هستین؟ زهره بانو گوشت پادا ای کافر که امیر حمزه به در اوشتاته لوٹی تا در حق تو جان ببخشی. سعد گو پاسبانا پشت در بانک جد که بگیری ای نازیبا که زهمی کشد که سر آیه چه بدنا جدایی کد و سروتی مردین پیش حمزه یاورد. امیر آیه آفرین گوشتی تا روز روشن نبیده ما باید در مصر بریم اودا به دست بیاریم، لیکن هیچ اسلحه‌ای نیست. دکتر گوشت در ادا یک دکانی است که در آب گرز سام نریمان گفته و وزن گرز 500 منی هستی. امیر گون کلیه پهلوانان با او دکان رفتن انبارا که هر نوع اسلحه که اوده هسته تمام نوع مسلح بیتن و حکومت جزیره حل به هم به زندان بانانی واگذار کتن و به جانب مصر روانه بیتن. در آیگا روچه به لشکر وطیگه رسته. همه که لشکریان آیگ حمزه نامدار به خبر بیتن لوٹته دول بشارت بجنه. امیر مانه بیت گوشتی مانند هر روز و مصریان جنگ بکنه تا دمارچ روزگارشان در بیاره. پس وجد تبل وجد دول جنگ جد چهار طرف عزیز مصر و لشکریان گوشتی باید مرچی کار سپاه حمزه یک سره کنی. دستوری دا که یک مرتبه کلیه سپاه حمله بکن. پس جنگ مغلوبه بید چون که حمزه ای پیمادی نعره الله اکبر چه جگر کشتی به مصریان حمله کد. همه که مصریان صدای صاحب کرانش کد دیم پا تچگه دا هرچی عزیز مصر داد جد که متچی که لشکر آها کم مکم پت نصرت گومای کسی نشک و ناچار مشغول جنگ بید. دا طرف اوشی لندهور بن سعدان رسید که حیله ساز نابکار چه جنگ من کجا تونه بره. اسرائیل جان تو منو که عزیز بگو خدای ابراهیم برحق که جناب حمزه چه سر تکسیران تی بوزی عزیز ناسزا گوشت. لندهور منگذب بید عمودی چه پوشد در که هنچین پر سر اوشی کبه سر عزیزه جدی که خاک گناه یکسان بید و بکی سپاه آیه هنچو چوش دیم په هزیمت وجه جنگ آورد. حمزه تمام دلاوران کلی پهلوان آن تعقیب کت و جنگ کنان داخل مصر بیتن و مردم مصر امان لوٹه. حمزه
گوشت امان در ایمان است. تمام اهل مصر مسلمان بیتن. حمزه به تخت سلطنت مصر قرار گرفت. پس 4 روز خراج 3 ساله مصر خزانه افزودی و یک کچ بزرگان والی مصر کرد و در ساعت به طرف مدائن حرکت کرد. جاسوسان خبر به نوشیروان داد که حمزه شیر شکار چه بنده نجات بیته. عزیز مصری هم کشته. پس چند روز دیگه گوهرات 3 ساله مصر مرسه نوشیروان بختک لوٹائیں. گوشتی هنو چه نیرنگ باید بکنه. بختک گوشت شاها مدتی هستیم که زوین دلاور پادشاه مغلستان چه مهرنگار خواستگاری کتی. جواب مساعد با آیا بده. اگر مقرر ببی آئی با بارگاه بلوٹانی با دامادی وطیگا خوشحالی بکن. یگانه کسی که چه عود حمزه عرب آی دیما درکه اوشتی. شاه قبول کن. شاه مکار که چون مکار شاه همه شاه 7 کشور اشکا عادلی وشن اشکا مکاری اشکا مکر کننگی. لیکن بختگاه پوری کاسته روانه مغلستان کد و نامه با آیا لکتی و کلیه قضایا آی شهری داد. زوین چون نامه وان چه مضمون نامه مطلع بیت وجه ای قصه 44 تا 44 دقیقت این وجه بلتی رو خلاص این وجه آخرین قصه تمام. سلامت باید وجه الله میره. الله چون 26 این وجه 26 دقیقت این 26 این نظام 36 یا 46 همین اندازه چند ضعیف هم واجه ببخشید من چند نگندم ما نظام چی کنیم. 18 دقیقه این ما شما ساعت یکی این ساعتی نه تو چی پیما رو تیر پیما یکی ساعت کسی نه به ساعت کانتر بداره اون کموگه یکی به ولی داری تی اوه چطور تیر پیما رو گن کم داره گوگی نمیشی کانتر یکی بداری بلی بوشتی اگر بیا چی کنیم من چند موقع نگم ما نزانم 21 دقیقه 18 دقیقه 42 دقیقه نزانم چی کنیم واجه هر چی هم بادا ها چی ہوشی شما او خلاص این قصه 28 دقیقه واجه 28 دقیقه جتا سلامت بید الله میره الله حافظ بلی 28 دقیقه تو 28 ثانیه بیته نه خلاص کنیم. شاعری صاحب کتاب لکتنه بدین مژده گر جان فشانم رواست که این مژده آسایش جان ماست. وجه همه پیما گوشم او ای چندکا وانو یا پایلی خلاص بی آتیما داستان 22 شروع بیا چی وجه همه پیما 100,000 لشکر خطرناک شب روز حرکتی کتو تا به مدائن رسید. بس به دستور بختک کلیه امرا بزرگان آن استقبال کتو با بارگاه آد. بس چه عرض بندگی در بارگاه قرار گرفت. شاه آیی به نزد وقت طلبت در کرسی نزدیک وتی جای داد. گوشتی ما ترا به دامادی وتی قبول کتا مشروط به ای که حمزه نام دارد چه میانا چسب کنه. زوین قسم یاد کو به جان قبله عالم قسم تا حمزه عربا چه میانا چسب مکن و آرام نگرم. نامی هم چه مهرنگارا نبرم چه در بارگاه خارج بید. نامه به 7 براتان زابلی وتی لکتی و آهانی هم پس سپای وتی به شمار به جنگ حمزه دعوت کد. پس چند روز براتان زابلی رسیدم. در
دانا مدائن وجه خیمه جت و اردو برپا کت وجه اردو برپا کت وجه همدا چه مکتب تمام کی وجه سلامت به هو یہ وجه بیست و دومی قسمت ہے قصه کلا وجه 26 به 4 اوه وجه 5 دقت وجه این قصه مجده ببخشید کم و کم 5 یا 50 نزان وجه 5 دقت و 17 ثانیه سلامت باتی الله منظور تانکه ای کانته ای چیه ساعتی تیز رو بگین بداشتی یکی سک شر را دارو باری نیم و کشکر را که درگیریش بداری سلامت باتی الله مهره الله رسک امیر حمزه نامدار به مدین آیگ مرنگاره به لشکر حمزه صاحب کردن به جنگ براتان زابلی و حمزه و مسلمان بیگ آهانی لیکن چون حمزه چه کار مصر فراغت حاصلی کد به طرف مدین حرکتی کد بعد چه 60 روز در نزدیک مدین پرودد و عمر امیه گوشت برو خبر معلوم بکن تو زید به عمر امیه چون باد گردگوات پیما سرسر پیما وجه روانه مدین بید هنگامی که به مدین رسید دیدی تا چم کارکنته که خیمه برپا کده سپاه بیشمار در اودا سکونت کده داخل لشکریان بید جویا بید که ای چه لشکری هستین گوشت این لشکر زوین پادشاه مغولستان داماد پادشاه 7 کشور انوشیروان عادل هستین انوشیروان شیربا دکتر وتی سر حمزه عرب قرارداد کرد اشین که لوٹی و حمزه عربا جنگ بکن آ قسمت چه سپاه متعلق به 7 براتان زابلی آین که به کمک شاه مغولستان اتکن عمر امیه منطله و خدای حمزه شر را زوین حفظ بکن و وجه شمده بداره داخل شهر وجه مدائن بید درو جاگه رفت داخل حرمسیاه مهنگار رفت همه که مهنگار آیدید برجست در دامنا آویزان گوشت بابا حمزه کجا عمر امیه حکایت آیچ اول حرکت چه مدین تا مراجعت مصر تماما شهر دا مهنگار بگیری وگدره گوشتی امان چه دست ای بختک که هر دم لوٹی منو به یکی مرد بدنته شر بید حد که مهم لوٹوں چه مدین به محل نامعلوم پرار کنم انی که اتکه باید منو همراه وقت به هر کجا که سلازانه ببره برچه که من طاقت مانگم معده دیگه نیستی عمر امیه گوشت بادا جواهران اشیا نفیسین آچه که وزن سبک به قیمت سنگین هستن بزیره به اتفاق پیش حمزه رو مرنگار و سپند آساش جاگه حرکت کو چه لباس مردانی پوشش جاگه جواهرات سنگین قیمتی هستن زورتن به اتفاق عمر امیه راه سپاه حمزه پیش گرفت چون داخل لشکر بیتن یک سره نزد حمزه رفتن امیر یکه و تنها نشته بیته که دیدی حمزه عمر امیه به اتفاق یک جوان ما سیمای داخل بید وشتی ای عمر امیه چه خبر چه یار نازنین داره چه ای جوان همراه تو کن مرنگار گوشت حیف از تو که ارباب وفا را نشناسی ما یار تو باشیم و تو ما را نشناسی چون که حمزه یه خبرش کد آی پجارد برجست و آی چون جان شیرین در برگ وجه همه پیما داستان همه پیما وجه شد دیگه ما الله مهره الله حافظ 53 دقیقه وجه سلامت باشه 53 یا نه 53 دقیقه او 53 دقیقه او 53 54 دقیقه ناسی 53 نه 54 سلامت باشه من ندونه کلیپ او دشمن ولا پچ بینه 53 دقیقه 53 دقیقه پچ بینه
ساعت من ندارم تو چه زیزیت رو قدیما من شما رو بشم وادن یکی به کانته بداری مورا مور بلی متری काय वाला नशकी दौरा गुआरी और रात सुशी बातरी दारी कने वा उठती ऐसा दौरा में लूटे मैंने बातरी दारी कने साथ आउदा वा कार कना पर याकी ये न तारी और के साथ दुनिया वा तारा हाँ हाँ नहीं हाँ वाजा पंजा पंच बराबर बराबर पंजा पंच dakika तो 48 saniye 55 dakika तो 55 saniye करें चतुर चलो شما ये बड़ा बेहतर है सलामत बात है अल्लाह में सलामत बात है वाजा अल्लाह में अल्लाह पंजा शशमी